داستان نمیخواند. گفت همسایه ها شاکی بودند که صبح ما را از خواب خوش بیدار میکند. ما هم سرش را بریدیم. آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند برید. در دنیایی که همه از مرغ تعریف میکنند نامی از خروس نیست، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند، نه به فکر بیدار شدن.